کهکشان راه شیری آنقدر بزرگ است که حتی اگر با سرعت نور یعنی 300,000 کیلومتر بر ثانیه سفر کنید، باز هم 100,000 سال طول می کشد تا از لبه کهکشان به لبه دیگر آن بروید. در میان این گستره وسیع، کهکشان ما حدود 100 تا 400 میلیارد ستاره و سیارات بیشماری از جمله زمین ما را در خود جای داده است. با این حال، کهکشان راه شیری با وجود اندازه گیج کنندش تنها یک ذره کوچک در کیهان است، چرا که حدود 2 تریلیون کهکشان در جهان قابل مشاهده وجود دارد. در مرکز کهکشان ما یک سیاهچاله کلان جرم قرار دارد که جرم آن حدود 4 میلیون برابر خورشید ماست. سیاره زمین هر 230 میلیون سال یک بار به دور مرکز کهکشان راه شیری میچرخد. این بدان معناست که آخرین باری که زمین در این سمت از کهکشان بود، دایناسورها شروع به قدم گذاشتن روی این سیاره کردند. ویدیوهای اسپیس تایم رو دنبال کنید.